تو این ویدیو تاریخچه ورود اینترنت به ایران و برخی تغییرات مهم در دسترسی به اون رو مرور میکنیم. تمرکز این ویدیو صرفاً بر روی رویدادهای ثبت شده. اولین ورود اینترنت به ایران حدود سال 71 تا 76 که فقط توی دانشگاه و مراکز پژوهشی وجود داشته و برای عموم مردم وجود نداشته و سرعتش هم بسیار پایین بوده و فقط برای ایمیل و متن بوده. دور دوم میشه عمومی شدن اینترنت و دایال اپ سال 77 تا 83 که شروع اینترنت خانگی بوده و کافی تام همه‌گیر شدن. کاربرداش ایمیل و وبسایت‌های ساده و وبلاگ نویسی فارسی بوده. شروع فیلترینگ هم از همین جاها بوده. سال 80 تا 81 اجرای رسمی فیلترینگ شروع میشه که برخی سایت‌ها غیر اخلاقی بوده که منطقیه. دیگه خودتون میدونید چی میگم. دوره بعدی میشه ADSL و وب 2 که در واقع سال 84 تا 88 که ADSL میاد و اینترنت پایدارتر و سریعتر اتفاق میفته. مهمترین فیلترینگ هم تو همین سال 85 بوده که یوتیوب و فیسبوک فیلتر میشن. تو سال 88 هم یه محدودیت گسترده اینترنت در دوره انتخابات به وجود میاد که باعث کاهش سرعت و قطعی منطقه‌ای میشه. توییتر هم فیلتر میشه. یا ایکس حاضر. دهه شبکه‌های اجتماعی 90 تا 96 فیلترینگ همچنان وجود داشته، همون فیلترهای قبلی. تلگرام هم خیلی فراگیر شده بود چون فیلتر نبود و واتساپ هم استفاده میشد. کلاً مردم فیلتر شکن اومد رو گوشی‌هاشون و بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن. دوره بعدی دوره فیلتر بوده. بازم سال 97 تلگرام فیلتر میشه. دلیلش هم عدم همکاری با قوانین داخلی بوده. به جای اون اینستاگرام فراگیر میشه. آبان 98 قطع کامل اینترنت. 25 آبان تا 30 آبان 98 حدود 5 تا 6 روز اینترنت بین‌المللی تقریبا صفر میشه. فقط برخی خدمات داخلی فعاله. دهه 400 میشه محدودیت‌های گسترده‌تر. پاییز 401 اینستاگرام و واتساپ فیلتر میشن و سرعت اینترنت هم بسیار پایین میاد. محدودیت‌های VPN هم خیلی زیاد میشه. و آخرین قطعی هم که میشه همین امسال که نه تنها اینترنت بوده بلکه پیامک‌ها و تماس‌ها هم برخی موارد بوده. یه نکته رو من به شما توضیح بدم آخرش. این چیزی که ما الان داریم اینترنت بین الملل نیست. اینترنت خودش در صورت عادی بین المللیه. اینی که ما الان داریم اینترنت. وقتی که اینترنت قطع میشه اینترانت یا شبکه ملی اطلاعات. همونی که فقط سایت ایرانی باز میشه که بهش میگن اینترنت ملی، ولی نباید بگیم اینترنت ملی. امیدوارم این اطلاعات به درتون خورده باشه.